من یه املاکیم، تو راست میگی. من یه کلاهبردارم. من با این مدارک این ملکو نمیفروشم آقا. شما نه حق گرفتن پول تو وکالتنامت داری، نه سندت اینجا. باید خود مالک باشه حتما من این کارو انجام بدم. بابا سخت میگیری آقا بحث سرمایه مردم وسط، یعنی چی سخت میگیری؟ بفهمید. من یه املاکیم، تو راست میگی. از هر قرارداد میلیارد بالا بود. آقا حسینی راه بیا باش، بذار معامله جمع شه. این بنده خدا اولین خونه‌شه، نمیتونه بیشتر از این تخفیف بده. من نمیتونم از مبلغ کم کنم. تو هم کمیسیونت کم کن، نصف نیم درصد بگیر. آقا بیا بریم انجامش بدیم. فقط بفهم. من یه املاکیم، تو راست میگی. حرف من هیچ اعتباری نداره. آقا درزی، واحدشو من تعهد میکنم برات میفروشم. تو قبول کن واحدشو برداری. آقا رضایی من میترسم فروش نمیره. آقا من میفروشم برات، 2-3 ماه میفروشم. تو حرف منو قبول داری یا نه؟ شما تضمین کنی قبوله. مبارک باشه. من یه املاکیم، حق با توه. توی قراردادا هیچ کاری نمیکنم و پول یاموف میگیرم. آقا رضایی یه کاری کن مالک شرایط پرداختی 4 ماه منو قبول کنه. درستش میکنم، شک نکن، حلش میکنم برات. آقا رضایی من پول کم دارم 300 میلیون. برو خدا یه تخفیف بگیر. چشم، اونم درستش میکنم. مدارکش هم چک کن، من روم نمیشه، رو درواسی دارم. حتما نه، ما رو درواسی با کسی نداریم. خیالت راحت. چشم. ولی من به شغلم افتخار میکنم، چون هم از شادی مردم نونمو در میارم، هم از کارگر زحمتکشش تا تاجرش برای بزرگترین خرید زندگیش از من مشورت بگیره.